فعال مخالف تاجیک سلیمان دولتوف در مراجعتنامه به حکومت لیتوا و کشورهای دیگر دموکراتی، حامیان حقوق و رسانه‌ها که در بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج لیتوا قرار دارد که مقامات لیتوا هنوز روز 22 اپریل سال 2024 او را در مورد بیکار شدن مقام پناهندگیش و قبول شدن قرار اخراجش از قلمرو این کشور عضو اتحادیه اروپا خبردار کردند. سلیمان دولتوف از این قرار شکایت برده است و طلب دارد که تا انجام بررسی شکایتش او را آزاد کنند. دولتوف می نویسد که در بازداشت نگاه داشتن او عادلانه و قانونی نیست، چون که تا انجام بررسی شکایتش قرار اخراج او قوه قانونی ندارد. او همچنین به پهلوی انسانی قضیهش تاکید می کند و می نویسد که همسرش توان مستقلانه نگهبانی کردن 3 فرزند خودسالش را که همگی از 2 تا 5 سال دارند ندارد و به بالای این حالا باز حامله است. سلیمان دولتوف 38 ساله که از سال 2015 در لیتوا به سر میبرد، روز 5 اپریل سال 2024 در نزد طرفخانه‌اش در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا دستگیر شد. در مراجعتنامه‌اش دولتوف از حکومت و مقامات دادگاه لیتوا دعوت میکند که اتهامات به ضد او اعلان کرده دپارتمنت امنیت دولتی را موشکافانه تفتیش کنند، چون که به باور خود او این اتهامات هم بر اشتباه، نافهمی و بیانات ساخته و بافته اساس یافتند. به نوشته سلیمان دولتوف مقامات امنیتی لیتوا از جمله او را به اشتراک در تظاهرات به طرفداری از فلسطین و دیگر مسائل مربوط به فلسطین، ارتباط با پدر و مادر و برادرش که در روسیه اند متهم کرد و در این همه تهدید به امنیت لیتوا را مشاهده کردند و در این زمان اداره مهاجرت لیتوا بر این فکر بود است که از بس که دولتوف دیگر عضو گروه 24 نیست، در صورت اخراجش به تاجیکستان گویا تحت تعقیب و بازداشت قرار نخواهد گرفت. فعال تاجیک اشتراکش در تظاهرات به طرفداری از فلسطین را رد نمی کند، ولی می گوید این تظاهرات قانونی بود، نه به پشتیبانی از یگان گروه تروریستی. من نمیخوام که کودکان در یگان جا در جنگ بمیرند، چه کودکان اسرائیل، چه کودکان فلسطین و یا اوکراین. من همین طرف در راهپیمایی به طرفداری از اوکراین و ضد روسیه به ضد لوکاشنکو هم اشتراک داشتم. گمان دپارتمنت امنیت دولتی بر اساس این دلیل ها و یا بیانات پنهانی از من ساخته شده اشتباه است. من مطمئنم که هر کارشناس مستقل خیلی زود ناعادلانه و به اساس بودن این اتهام را معین میکند. اما اتهام از همه هوایی به عقیده سلیمان دولتوف این بعد قرار دپارتمنت مهاجرت لیتوا است که نوشته سلیمان دولتوف بیان داد که پدر و مادر و یک برادرش در سنت پترزبورگ روسیه زندگی دارند. تا سال 2022 برادر دیگرش نیز در روسیه بودند، ولی بعد آغاز عسکرگیری به تاجیکستان برگشتند. این 2 برادرش شهروندی روسیه اند. سلیمان دولتوف به همه خویشاوندانش هم در روسیه و هم در تاجیکستان رابطه دارد. با در نظر داشت این دپارتمنت چنین میشمارد که چنین آدمی که خویشاوندان نزدیکش در روسیه زندگی دارند و یا شهروندان روسیه اند میتوانند از جانب دوره‌های دولتی و مقامات ویژه روسیه برای انجام فعالیت‌هایی که ضد منفعت‌های ملی لیتوا اند استفاده شود. دولتوف می نویسد بیش از 2 میلیون آزادگان تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند و این به معنای است که همه اونهایی که به خویشاوندان خود در روسیه ارتباط دارند جاسوسند و به امنیت لیتوا خطر ایجاد میکنند. او نبود یگان دلیل به امنیت لیتوا خطر ایجاد کردن خویشاوندانشون را یک دلیل کلیدی میشمارد و بر این است که حق ارتباط با اهل اویلش را دارد و نباید به خاطر این حقوق او را محدود کنند. دولت با تکیه به سامانه مدیازانه که ماه فوریه سال 2024 روی خط تمام افراد در قلمرو روسیه در جستجو قرار داشته را نشر کردند، می نویسد که نام خود را نیز در روی خط پیدا کرده است و این به معنی است که مقامات تاجیکستان تا حال دست از جستجوی او را نبرداشتند. 21 مای سال 2024 وزارت کارهای داخلی روسیه نیز در پاسخ به درخواست رسمی اداره پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که سلیمان دولتوف تحت جستجوی فدرالی قرار دارد. فعال تاجیک قرار بازداشتش را ناعادلانه میشمارد و بر این است که حقوق در آزادی بودن را دارد، از جمله برای نگهبانی 3 فرزند خردسال و همسر حامله اش. سلیمان دولتوف سال تولدش 1986 زاده شهر وحدت، از سال 2015 یک 9 سال باز همچون پناهنده سیاسی همراه زن و فرزندانش در لیتوا به سر میبرد. سلیمان دولتوف در گذشته اعضای ارشد حرکت اپوزیسیونی فعالیتش فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24
و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. سال 2015 در پی منع فعالیت گروه 24 از سود دادگاه اولی تاجیکستان و موج بازداشت‌های اعضای آن سلیمان دولتوف از پتربورگ به فنلاندیا فرار کرد. ولی 20 فوریه سال 2015 او را در فنلاندیا بر اساس درخواست اینترپل دستگیر کردند. معلوم شد که مقامات تاجیکستان این فعال مخالف حکومت را با اتهامات سنگین به مثل بیعت گروه‌های افراطی جلب کردن و به سوریه فرستادن جوانان تاجیک تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. آن وقت دادگاه فنلاندیا به دلیل انگیزه‌های سیاسی از استرداد سلیمان دولتوف به تاجیکستان دست کشید و او را الکی ماه بعد 24 مارس سال 2015 آزاد کرد. بعد رویش از بازداشت فنلاندیا طبق پیمان دوبلین دولتوف را به لیتویا فرستادند و او از این کشور درخواست پناهندگی کرد.